روزگاری در دیاری دور کوه بلند دماوند با شکوهی عظیم و اسرارآمیز بر فراز سرزمین ایرانیان ایستاده بود. این کوه به دلیل زیباییش مشهور بود، اما در دل شبها صدای ناله ها و زاری های از دل کوه به گوش می رسید که هر کس را به ترس می انداخت. در یکی از همین شبها جوانی شجاع به نام سامان که در روستای پای کوه زندگی می کرد تصمیم گرفت به دنباله راز این صداهای وحشتناک برود. سامان در دل شب با شمشیری در دست و مشعلی در دست دیگر به سمت کوه رفت. در دل کوه غاری تاریک و مرموز وجود داشت که در آنجا اژدهای بزرگ و قدیمی به نام آرمان در بند بود. آرمان اژدهای عظیم الجثه‌ای بود که به خاطر خیانت یک شاهزاده طماع به بند کشیده شده بود. این اژدها که روزگاری نگهبان کوه بود، حالا در بند جادوهای قدیمی اسیر شده بود. سامان با شجاعت و دلی نیرومند به قلب غار رفت و طلسم جادویی را شکست. زنجیرهای جادویی که اژدها را در بند نگه داشته بودند شکستند و آرمان از بند رهایی یافت. اژدها با غرش عظیمی به آسمان پرواز کرد و برای اولین بار در قرنها آزادانه در آسمانهای ایران پرواز کرد.